که زنها در زمان پیش از اسلام در عربستان در مکانی که پیغمبر خدا تولد شدند چگونه معامله میکردند. یکم، خداوند از زمان جاهلیت عرب یادآور می شود به ما و شما. خداوند میگوید هر وقتایی که به اینها مژده تولد دختر داده میشد، یعنی میگفتند که ای برادر در خانه تو دختر تولد شد، اذا بشر احدهم بالانثى، انثى گفته همون دختر را میگویند. خدا میگوید وقتی که به اینها خبر داده میشد که در خانه تو دختر تولد شد، ظل وجهه مسودا، خدا میگوید در حال چهره این مرد سیاه میشد، و هو کظیم، و چنان غضبناک میشد، چنان غضبناک میشد و چنان چهره وی سیاه میشد از شنیدن مژده‌ای که در خانه تو دختر تولد شد. یتورا من القوم من سوء ما بشر به، خدا چی میگوید؟ میگوید که این مرد وقتی که در خانه اش دختر که تولد میشد، در حال از قوم رو میگردانید، پشت میگردانید، در بین مردها دیگر خودم مرد گفته نمیتوانست از ننگ و از ناموس و از این کاری که در خانه او پیدا شده است. ایمسکه علی هون، خدا در دوام آیت میگوید او یدسه فی التراب، خدا میگوید که این مرد در خیال خود چی میگذرانید؟ میگفت که یا با این ننگ یا با این بیقدری در بین مردم روز میگذرانم، او یدسه فی التراب، یا اینکه این دختر باید من زنده به زنده باید در گور جا کنم. الا ساء ما یحکمون، خداوند چی میگوید؟ میگوید چه حکمی ناخوبی کردن، چه حکمی زشتی را در بین خود روا دیدن این مردم عرب. الا ساء ما یحکمون. این آیت دلالت بر این میکند که دوره های جاهلیت عرب پیش از آمدن پیغمبر خدا نسبت زنها این معامله را روا می دیدند که اول با پیدا شدن دختر، با تولد شدن دختر در خانه چی غم و دقت، چی مصیبت در اون خاندان پیدا می شد و این مرد به نهایت بی‌قدرترین مرد در بین همه مردها به شمار می رفت و باید که چیکار میکرد؟ باید که این دختر را میگرفت، چی در حالت نوتولدی یا اگر کمی او را تربیه میکرد به 3 ساله و 4 ساله میرسانید، برده یا در چاه میپرتافت یا در گور و زنده به زنده گور میکرد. این خداوند در قرآن برای ما و شما حکایت کرده ایستاده است. از این خاطرم اگر نظر کنین در سوره تکویر پاره 30 از قرآن آیت 8 و 9 از او خدا چی میگوید؟ و اذا الموعودة سئلت بأی ذنب قتلت. خداوند در روز قیامت از این ظالم ها، از این بدبختانی که در دوره جاهلیت فرزندهای خود زنده به زنده برده در گورها جا کردند، از اینها نه، خدا میگه و اذا الموعودة سئلت، من از این طفل میپرسم، از این طفلی که 3 سال و 4 سال، یعنی وقتی که وی یک دوسترویک است، وقتی که وی محتاج نوازش است، محتاج دوستی است، در همین زمان وقتی که او را برده زنده به زنده این عربهای جاهل وقتی در گور جا کردن، من از اینها میپرسم. چی میپرسم؟ به ای ذنب قتلت، ای دخترک این پدر ظالمی تو برای چی تو را قتل کرد؟ من همین سوال از این کودک ها، از این جوان دخترها پرسان میکنم. قیس ابن عاصم در تفسیر ابن کثیر در همین آیه
و اذا الموعودة سئلت در تفسیر همین چی میگوید؟ میگوید من بار نزد پیغمبر آمدم و به او شکایت کردم: ای پیغمبری خدا، من قیس ابن عاصم هستم، من به اسلام مشرف شدم، لکن در دوره جاهلیت 13 دختری خود را به دست خود در گور زنده به زنده جا کردم. ای پیغمبری خدا، حکم اسلام بالای من چی هست؟ پیغمبری خدا رفته گفت چند غلام آزاد کن، در هر سری این دختری که تو زنده به زنده گراندی، در سر هر کدام این یک غلام را آزاد کن. قیس ابن عاصم گشته گفتم: پیغمبری خدا، من اشتری زیاد دارم. رسول اکرم گفتند مادام اشتری زیاد داشته باشی، سر هر یک فرزندی که تو به قتل رسانیدی قربانی کن و خداوند به حرمت این کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله که تو اظهار کردی، خداوند گناههای جاهلیتی تو را میبخشد. صعصعه هم که در تفهیم القرآن ابو اعلای مودودی در تفسیر همین سوره، در تفسیر همین آیت که پدر یکی از شاعرهای خیلی مشهور عرب بود، صعصعه، نزد پیغمبر آمدم و گفتم: ای پیغمبری خدا، من در دوره های جاهلیت نگذاشتم که 360 دختر محله ما را زنده به زنده برده در گور جا کنند. وقتی پدر و مادر او اراده میکردن که این دختر را برده در گور زنده به زنده جا کنند، من از جانب هر فرزند آنها 2 اشتر میدادم تا که اون دختر را به وایه برسانند. پیغمبری خدا، آیا اجر من، ثواب من چی هست؟ پیغمبر گفتند همین اسلامی که تو مشرف شدی، انا همین اجر همان دوره جاهلیتی تو هست. همین اجر همونی است که تو این 360 دختر در سبب شدی و اونها را زنده به زنده در گور جار نکرد. السلام علیکم برادران و خواهران اسلامی. شخصانی که در ماه شریف رمضان میخواهند سفر به حج کنند، یک ماه با نرخ ارزان $1900 از شرکت مهاجر تور است. خودی حاضر در نامرهای روی اکران بوده زنگ زنید. در این شرکت برادران تاجیک خودمان است و نگفته نماند این نرخ تنها برای ابونچی‌های ما و رای فرد است. از نام کانال ما مراجعت کنید. الله مهربان حجتان را قبول بفرماید.